یاتیم پالنه کوي مظلوم پوښتنه کوي یاتیم پالنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران محترم، ما از روز اول زلزله که در هرات در ولسوالی زندجان و گلران و رباط سنگی به وقوع پیوست و تقریبا کل ولایت هرات را بلازا آورد و در این قریه ها ویران شد. از امون روز ما به امیجا هستیم با داشتن ده و بیشتر از 100 نفر رضاکار و کمک‌های مختلف را به این منطقه آوردیم. خیمه را آوردیم، توزیع کردیم به جای مختلف، مواد غذایی را آوردیم، کمپال و لباس و ظروف خانه را آوردیم و انشاءالله امو اعلان را کرده بودیم که ما از طرف احساس قریه ها را آباد میکنیم و میسازیم. ما انشاءالله که به او طرف نزدیک شدیم و بسیار زود بخیر یک قریه را انشاءالله که ما آباد خواهیم کرد و این را بگوییم که در این مورد افغانهای مقیم خارج و داخل همراه ما همکار است. یک نقطه را باید یادآور شویم که آباد ساختن قریه ها واقعیتی است که در این شرایطی که قیمت‌های اجناس بالا میره و نرخ‌ها بلند میشه، در این تو فضا در این تو حالت مشکل است. یعنی امید ما همی است، توقع ما همی است که کمک‌ها در این مورد از طرف دوستای ما بیشتر شوه. این ما میخوایم مثلا اینمی قریه آباد شوه برای همین مردم. تا حالا اینا در خیمه ها زندگی میکنن و زمستان است. فعلا ما در ماه قوس هستیم. قوس از 15 قوس به اون طرف مردم و خاصا در ادارات دولتی یعنی بخاری میمانند و بدون آتش گذاره و زندگی مشکل است. لیکن در خیمه چیکار کنن این مردم؟ در اتاق آدم گذاره کردن نمیتونه، بس چطور در خیمه گذاره شو؟ ولی از بهتر هم است که برای مردم این قریه ساخته شو. انشاءالله ما این قریه را میسازیم بخیر. علاوه بر خانه های مردم مسجد هم انشاءالله که اینجا آباد میکنیم و تلاش ما این خواهد بود که کلینیک و در پالویش مکتب هم برای مردم آباد شو. دیگه کل کارا انشاءالله که میکنیم با یاری خداوند جل جلاله و با همکاری مردم با غیرت ما در داخل و خارج. الحمدلله مردم ما یعنی واقعا ثابت ساختن در هر مرحله، در هر حادثه که نان خود را با هموطنان خود که بیچاره باشن و متضرر باشن نصب میکنن و خود را گلستان نگاه میدارن، ولی همسایه خود را، دوست و قریب خود را که به سبب زلزله، به سبب طوفان، به سبب سیل، به سبب جنگ یا به اسباب دیگری به او ضرر رسیده، امرای از او کمک و همکاری بکنه. ولی از انشاءالله اعلان ما است که انشاءالله ما بسیار زود به خاطر آبادی این قریه کار را آغاز میکنیم و دیگه از همه دوستایی که در این مورد همکاری مالی کرده یک جهان سپاس میکنیم. ولی امیدوار هستیم که همکاری هایشان را توقف نده، بلکه این مردم زلزله زده را در ماه‌های زمستان هم همکاری کنه تا این اولادایشان، اطفالشان و مریضایی که دارن اونا از خنک و از ضرر سردی با امان بمانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنسټ دی هر خوان کاتنه کوي د کندو رندو او غریب خاصاتنه کوي د کندو رندو او غریب خاصاتنه کوي. هر ځای ساګانې وهي څومره همت کوي
دا دغه خوار او فقیر ولس خدمات کوي ارزي